و سلام عرض ادب خدمت دوستان. پذیرش توییتر رو داشتیم با موتور 6 سیلندر 4000. دوستان یه نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. واسه موتورهای 6 سیلندر حتما از گرید ویسکوزیته 10W40 که نه ولی 540 و 530 استفاده کنید. کل موتورهای 6 سیلندر رو عرض میکنم خدمتتون، ولی به خاطر اینکه این موتور سری های پیش جاهای دیگه سرویس شده 250 ریختم واسش، ما از روغن دستچهل SM استفاده کردیم. حالا انشالله تو سریای بعد تغییر ویسکوزیته میدیم و میریم به سمت 540. روغن ترانسفر عوض شد، روغن دیفرانسیل جلو سرریز شد. واسه یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، واسه ترانسفر حتما از واسکازین 7580 GL5 استفاده کنید. واسه ترانسفر 85 85 140